شرکوب بکس، شاعر و نویسنده نامی کرد درگذشت. شرکوب که متولد سال 1940 شهر سلیمانیه هست، ماحصل 71 سال زندگیش 8000 صفحه شعرهایی است که علاوه بر ترجمه به چندین زبان در بسیاری از کتاب‌های درسی دنیا هم جا خوش کرد تا او امپراتور شعر دنیا لقب بگیره. بشنویم و ببینیم جزئیات بیشتر از شپول عباسی رو در این زمینه. جوری بیجن و جوری برسی و جوری سیخ نقلتنیایی و جوری پرت لورد استیریشکاو. شرکو متولد سال 1940 شهر سلیمانیه، فرزند فایق بکس، شاعر نامدار که استعداد به خط کردن کلمات در مسیر معنا را از پدر به ارث برد، در مسیر مبارزه سیاسی با حکومت بعث در عراق از دریافت جایزه ادبی قادسیه صدام امتناع کرد و رفت تا در راه اعتقاد به باورهایش زندگی در کوهستانها را تجربه کند و به مفهوم دیگری از فلسفه حیات دست یابد. شرکو با همه آنچه که در طبیعت بود دست دوستی فشرد و به صدای پیرامون خود بدل گشت و سکوت پر از معنا را به کلمات آهنگین ترجمه کرد. شرکو بکس در زمان حیات خود دید انسانی و جهانی خود را به زبان کردی در قالب 14 مجموعه شعر در 8000 صفحه به چاپ رساند تا این احمد شاملو باشد که آستین‌های احساس را بالا بزند و تراوشات ظریف ذهنی وی را به فارسی برگرداند و بعضی را نیز با صدای خودش بازخوانی کند. جدایی. اگر از شعرهایم گل را جدا کنید، از 4 فصل 1 فصلم می‌میرد. اگر یار را از آن جدا کنید 2 فصلم می‌میرد. اگر نان را از آن جدا کنید 3 فصلم می‌میرد. اگر آزادی را از آن جدا کنید سالم می‌میرد و من نیز. شرکو پیشتر از مسیر مرزهای دوستی با علی صالحی با ایران آشنا شد تا جایی که به اتفاقات سیاسی و اجتماعی ایران واکنش نشان داد و در شعرهایش صدای دردهای نهفته مردمان را در قالب شعر فریاد زد. کارلسون نخست وزیر وقت سوئد مدال افتخار در ادبیات را به وی اعطا کرد و بعدها دیگر اروپاییان به سراغش آمدند و هر آنچه را که گفته بود به زبان خود برگرداندند. آنها اشعارش را در کتاب‌های درسی گنجاندند تا تجربه نیم قرن تلاش برای آزادی و برداشت نهایی از انسان امروز را به کودکان خود بیاموزند. مهتاب شعر، دره پروانه‌ها، صلیب و مار، سایه و آزادی و صندلی را سرود تا در نهایت برسد به شتابی که از ترس مرگ بود. شرکو بکس که سیاست و ادبیات را در هم آمیخت تا اثری به نام امروز دختری سرزمین من است را بنگارد و دست آخر در آخرین دست نوشته‌اش که خواسته هایش را بر دفتر عمر جاری کرد گفته بود: اگر شهرداری شهرم اجازه دهد مرا در پارک آزادی دفن کنید، بر سر مزارم موسیقی بنوازید تا جایی بشود که دختران و پسران عاشق به کنارم بیایند. این دست نوشته آخر شرکو که هیچ کس به درستی نمی‌داند وصیتی برای بازماندگان است یا شعری با مفهوم عشق به زندگی بعد از مرگ، دست به دست بین مردمان شهر می‌چرخد. و سرانجام قلب شهروند فلورانس در بیمارستانی در پایتخت سوئد در 4 اوت 2013 از تپیدن باز ایستاد تا واژه‌ها و استعاره‌ها در سوگ نبودنش سیاه‌پوش شوند. وەکو دەستەکانی دایکم دەستی دەربەنتم لە بیرە. شپول عباسی، صدای آمریکا. دەوانەکانتم لە بیرە.